عورت زنان تمام بدنشان است بجز دستها و پاها، پس چرا روی خود را بپوشانند؟ یکی عورت است، یکی حجاب است. روی تا قرآن میگه بپوشان. یدنین علیهن من جلابیبهن، آیه 59 سوره احزاب. برید خودتان مطالعه بکنید، تفسیرهای فارسی رو بردارید. قرآن میگه باید صورت زنا پوشیده باشه. مفسرین حضرات عبدالله ابن عباس میگه در ذیل امین آیه صورت زنها باید پوشیده باشه، فقط یک چشم چپشان معلوم شود، اون هم بدون آرایش، که به اون راه را پیدا بکنن. حالا بعضی ها به نام حجاب میکنن، ایش اینجا آمده، ایش هم اینجا رفته، باز تمام زحمت خود سر دو تا چشم میکنن 1 ساعت. تبشان خوش است که ما حجاب کردیم. ماشاءالله دخترای ما خیلی با حجاب.